سلام دوستان، با کانال نکاتو خوش آمدید. موجودات عجیب در دنیای ما کم نیستند، اما بعضی از آنها ساخته دست انسان هستند که در شرایط آزمایشگاه ساخته شدند و بعضا نتیجه این آزمایش‌ها گاهی خوب و گاهی بد شده است. در این ویدیو هم یک جای تماشا می‌کنیم موجوداتی را که توسط انسان ساخته شده‌اند. تا آخر ویدیو با ما باشید و لایک ماندن را فراموش نکنید. دوستان عزیز، پیش از اون که ما رولک دوام بتیم، من میخوام با شما یادداشت کنم که اسپانسری همه‌روزه رولک کانال نکاتو این شرکت 1x میباشد. سیلکش در اولین کامنت را ذکر پیدا شده. شما وقتی که میدونید با همین سیلک رجیستراسیون کردن سر میکنید، در جایی که پرومو کد نوشته در اونجا شما نکراب نویسین $100 به شما بونوس میتونن. این رو شما میتونید همچون یک بونوس استفاده برین در دپوزیت اول. و گذشته از این اگر شما بازی نفهمید دونین پروسه رجیستراسیون این یک دستگیری کلان شما نسبت به کانال نکاتو میباشد و این باعث میشود که رولک‌های نکاتو تیز برآمدن گیرد. دستگیری از شما و ویدیو کردن از ما. رولک سر میکنم رفتیم. پخته‌های کرم زده و کرم‌های عقیم، حشره‌هایی که به محصولات کشاورزی حمله می‌کنند، از زمان‌های قدیم مشکلی اساسی ما انسان‌ها به حساب می‌آمدند و سبب قحطی می‌شدند. اما عین حال وضعیت تغییر یافته است و زور دانشمندان به این حشره‌ها می‌رسد. یک کشاورزی که از صبح تا شب در سر زمینش زحمت می‌کشد و تلاش می‌کند، وقتی می‌فهمد که محصولش را کرم زده است، خیلی می‌ترسد. و در همین زمان عالمان و دانشمندان در شرایط آزمایشگاه دست آستین را برداشته کار می‌کنند که نسل این کرم‌ها یا که حشره‌ها را نابود کنند. زمین‌های پخته امریکا در 100 سال اخیر همیشه دچار آفت می‌شد و همه پخته‌ها را کرم می‌زد. کرم غوزه گلابی رنگ به زمین‌های پخته حمله کرده همه دسترنجی کشاورزها را به نال برابر می‌کرد. هرچند که این موجود خیلی خردکک است، اما سرعتی خیلی بلند دارد و تمام پخته‌های کشاورزان را نابود می‌کند. همین زمان دانشمندان تصمیم گرفتند کاری کنند که ژنتیک این کرم‌ها را ویران کنند تا آنها تولید مثل کردن نتوانند و همچنین در ترکیب پخته پروتئین‌های حاصل شود که این کرم‌ها را کشد. بعد از آنها این کرم‌هایی را که در ترکیب ژنتیک آنها تغییرات ایجاد شده بود در زمین‌های پخته رها کردند و خدا می‌گفتند که کارشان به نتیجه نماند. این اختراع آنها جوابی مثبت داد و برای همیشه کرم گلابی رنگ غوزه از زمین پخته نابود شد. دلهای آزمایشگاهی. پروفسور دورا سیلو آرزوی کلانی دارد و با شنیدن آن شاید شاخ برآرید. این دانشمند می‌خواهد در شرایط آزمایشگاه یک دل تیار بسازد تا با بدن انسان پیوند شود. این زن در مؤسسه دل و رگ‌های خونگر در تگزاس فعالیت دارد و با فکرم که به هدفش رسیده ایستاده است. او به همراه کارگرانش توانسته است که دل‌های بسازد که عین حال در درون دستگاه واقع هستند و به خون حرکت کرده ایستادند و با شش‌های مصنوعی به آنها اکسیژن می‌رسد. این اختراع سبب شده است که دانشمندان و زیستشناسان با هم یک گپه شده برای به هدف رسیدن این اختراع با هم کوشش کنند. فکر کنید که اگر این تکنولوژی به ثمر رسد، دیگر هیچ کس برای پیوند دل انتظار نمی‌ماند و می‌تواند به آزمایشگاه رفته یک دل نو و کار نکرده برای خودش خرد. یک اصل مهم اختراع این است که برای هر شخص مخصوص خودش دل ساخته می شود. به همین خاطر بعد پیوند دل دیگر ارگانیسم انسان را رد کرده نمی تواند و همچنین داروهایی که در پیوند دل به انسان تزریق می شود دیگر نیاز نیستند. تا عین حال لوئیس به همراه گروهش توانسته است که 100 دل بسازد و به مثل مهندسی که ماشین را تعمیر می کند هر دفعه دلها را تعمیر کرده به هدف خود نزدیک شده ایستادند. سگ دوسره. در عصر 20 کار دانشمندان چنین بود که حیوانات گوناگون را تیکه تیکه می‌کردند تا از درون آنها باخبر شوند. وقتی به عصر 21 نزدیک شدیم، دانشمندان همین چیزهای بریده شده را خواستند که به هم پیوند زنند و یا یگان چیز دیگر را به آن علاوه کنند. سالهای 1950 میلادی آزمایش‌های عجیبی را انجام می‌دادند که آدم با شنیدن آنها حیران می‌شود. یکی از همین داستان‌ها به دوره شوروی برمیگردد که یکی از عالمان ساحه پیوند عضوها ولادیمیر دیمیکوف این آزمایش را اجرا کرده است. دیمیکوف سگ‌ها را دوست می‌داشت و بیشتری آزمایش‌هایش را روی سگ‌ها انجام می‌داد. او عضوهای درونی سگ‌های گوناگون را به هم پیوند می‌زد و با این را آزمایش می‌گذرانید. چند سال بعد فکری عجیبی به سرش آمد. او خواست که سر یک سگ را بریده به سر سگ دیگر علاوه کند. این عمل را 23 بار روی سگ‌های گوناگون انجام داد و بالاخره به مقصدش نزدیک شد. البته آن سگ‌های بیچاره دائما درد می‌کشیدند و پیشرفت کار دیمیکوف برای آنها فرقی نداشت. بالاخره بار 24 تلاش‌های او به ثمره نشست و او در این کار خیلی معروف شد. نام او هم در تاریخ همچون دانشمندی پرتلاش و البته خیلی بی‌رحم ثبت گردید. آزمایش موشی و کنتی.
شاید تا حال موش وکنتی را دیده باشید، یعنی همان موشه که در پشتش یک گوشی انسان واقع است. سال 1990 یک دانشمند با نام جوزف چارلز وکنتی و یک دانشمندی MIT با نام باب لنگر با هم یک جای شده چیز نوی اختراع کردند. البته هدف آنها ساختن یگان موجود ترسناک نبود و این موشی که میبینید انقلاب در ساحه پیوندی عضو برپا کرد. هدف آنها این بود که اندام بدن انسان را در شرایط آزمایشگاه بسازند. در نهایت آنها در این کار موفق شدند و با واسطه ژنتیک توانستند که عضوهای بدن انسان را در آزمایشگاه بسازند و برای انسان‌هایی که عضوهای بدنشان را از دست دادند و یا در تصادف‌ها آنها را بریده پرتافتند، می‌توانستند با واسطه این عضوهای خود را پره گردانند. سبب ساختن گوش انسان هم این بود که جراحانی که می‌خواستند روی انسان‌ها را جراحی کنند، ساختن گوش و یا جراحی کردن گوش برای آنها خیلی مشکل بود و در درجه آخر آنها شکل گوش را پره کردن نمی‌توانستند. به همین خاطر آنها اول گوش ساختند، اما متاسفانه به خاطر کم بودن بودجه کار آنها نتوانستند این کار را بر روی بدن انسان‌ها انجام دهند. ترکیب خوک و انسان. علم همیشه در کوشش و تلاش است که چیزهای نو اختراع کرده زندگی انسان را آسان‌تر گرداند، اما بعضا این چیزهای نو ترسناک و حیرت انگیز می شوند. واقعا آن انسانی که میخواسته است خوک و انسان را یکجا کند در سرش چی فکر داشته است؟ اما دانشمندان میگویند که نتیجه این کار به فایده انسان خواهد بود، چون که آنها میتوانند از این آدمهای ترکیبی برای جراحی پیوندهای عضوی استفاده برند. اما در این مورد سوالهای اخلاقی زیاد پیدا شده است که این سبب شده است که بودجه این آزمایش عین حال بسته شود. این آزمایش در حقیقت نوعی از انسان را اختراع میکند که بعد از آن چی شدنش از تصور ما بیرون است. شاید در فیلم ها دیده باشید که وقتی موجودی نو اختراع می شود، اولین کاری که می کند این حمله کردن به انسان هاست. و همین خاطر ما حق داریم که از این موضوع بترسیم. جیرجیرک سایبورگ. شاید باور نکنید، اما این جیرجیرک ها ترکیب جیرجیرک و ربات هستند که در شرایط آزمایشگاه ساخته شده‌اند. می توان از آنها به جای درون استفاده برد. البته آنها نسبت درون ها بهتر هستند چون که آوازی کمتر ایجاد می کنند. دانشمندان ژنتیک با تغییر دادن بعضی از ژن‌ها و گذاشتن بعضی از نیرون‌ها که نیرون‌های هدایتی نام دارند در بدن این جیرجیرک‌ها توانستند که آنها را هدایت کنند. این نیرون‌ها نوری هستند و وقتی نور از چشم این حشره‌ها به آنها وارد می‌شود، از راه این نور می‌توان آنها را هدایت کرد و تحت کنترل خود گرفت. اینچنین بعضی از سنسورهای مخصوص اطلاعات را در چشم آنها قرار دادند که میتوانند با واسطه آن جیرجیرک‌ها را به دولت‌های گوناگون فرستاده از آنجا اطلاعات جمع کنند. اگر این ایده انجام شود، در زمینه جاسوسی انقلابی کلان برپا خواهد شد. مبتلا کردن میمون به پارکینسونیسم. شاید با شنیدن این جمله سر خود را خاریده باشید. دانشمندان همیشه برای پیشرفت علم آزمایش‌های گوناگون انجام دادند و این موضوع بعضا سبب پیدا شدن سوال‌های اخلاقی می‌شود و مردم در این باره فکرهای گوناگون دارند. از سببی که مغز میمون‌ها با مغز انسان مانندی زیاده دارد، بیشتر دانشمندان می‌خواهند که روی آنها آزمایش گذرانند. با وجود اینکه این آزمایش‌ها سبب پیشرفت علم و تکنولوژی در انسان‌ها می‌شود، اما به هر حال انسان دلش به حال آن موجوده که روی آن آزمایش می‌گذرانند می‌سوزد. مثلا این میمون بیچاره که دانشمندان مغز آن را تغییر دادند تا به پارکینسونیسم مبتلا شود. این آزمایش در کشور ژاپن انجام شده است و نتیجه آن میتواند تقدیر هزاران نفر را تغییر دهد. این دانشمندان میخواستند که آسیب این بیماری را بر مغز انسان بفهمند و برای آن دارو تولید کنند. فکر شما در این باره چیست؟ با فکر شما هدف آنها سبب این آزمایش بوده میتواند؟ فکر خود را در کامنتاری نویسید. تغییر پشه‌ها. شاید باور نکنید، اما پشه‌ها کشنده ترین موجوداتی روی زمین هستند. به خاطر پشه‌ها هر 12 ثانیه یک انسان جان خود را از دست می‌دهد. سببش هم این است که پشه‌ها بیماری‌های گوناگون از جمله مالاریا، تب، دنگو و ویروس زیگا را به انسان‌ها می‌گذرانند. دانشمندان طول چند ده ساله است که کوشش دارند که قابلیت گذراندن بیماری توسط پشه‌ها را از بین برده نسل این پشه‌ها را کم کنند. خوشبختانه آنها به مرحله نوی رسیدند که پشه‌های نو ساخته ایستادند. این پشه‌ها محدودیت تولیدی مثل دارند و تخم گذاشته نمی‌توانند. این گن محدود کننده نام دارد و آن را به تخم پشه‌ها می‌گذرانند. این گن سبب می شود که بعضی از گن ها در بدن پشه ها تولید نشود و این سببی به بلاغت نرسیدن آنها می شود، یعنی آنها پیش از تخم گذاری می میرند. با این راه انتقال بیماری توسط پشه ها کنترل کرده می شود.
عین حال آنها این پشه‌های اختراع کرده‌شان را در تمام دنیا پهن کردند تا ببینند که نتیجهش چی می‌شود. گاوی آبی بلژیکی. در زمانهای قدیم دانشمندان نژاد حیوانها را تغییر می‌دادند تا از آنها محصولات دلخواهشان را بگیرند. این حیوان‌هایی که نسل آنها تغییر یافته بود، با سرعت‌تر بودند، بقوت‌تر بودند و گوشتی بیشتری داشتند. هرچند که این گاو آبی نیست، اما نامش گاوی آبی بلژیکی است. این نماد گاو خیلی بقوت و بزبله است و گوشتی بیشتری دارد. سال 1950 پروفسور هانست در نسل این نماد گاو تغییر ایجاد کرده است و این نسل نوی که اختراع شده است گوشتی بیشتری دارد. البته مقصد این پروفسور ساختن گاوهای بقوت‌تر و پرگوشت‌تر بود که بالاخره به مقصدش هم رسیده است. فکر شما درباره این موجودات و این آزمایش‌ها چیست؟ حتما نظرات خود را در کامنت‌ها نویسید. تشکر که تا آخر برنامه با ما بودید. برای بخبر نماندن از ویدیوهای نوبتی ما با کانال عبور نشوید.